دوستا امروز میخوایم که ویکند برم. تقریبا 3 ساعت را با قدم زدن راست جای موتر یا کشتی باسکت تلچوی است. شورتان نشان بکن. میخوایم این قسمت بریم. اینجا در کانساس سیتی است و نزدیک به کلرادو. خاطر دوستایی که همیشه لوکیشن پرسان میکنن اما دست این که بریم این قدر را ببینیم. از این قسمت شروع میشه و این چیزا رو هم گفته که داره. این دو طرف راه داره، طرف راست طرف چپ. مگه از طرف راست برید کمی طولانی تر میشه، از طرف چپ کمی شورتکت بریم میشه که بریم. این قسمتش چپ است و طرف راست اگه بریم نزدیک بیچ میشین. هوا 95 درجه است، بسیار زیاد گرم است. ببینین دوستا این قدر را آمدیم. سعی کنید چقدر جای آرام است. ببینین بسیار راگکای معمول دیدنی است. مجبور میشیم برتان کت بگیریم را به خاطر بسیار زیاد طولانی است. تقریبا 3 ساعت راه گفته پیاده روی است. از او خاطر به خاطر ویدیو طولانی نشه و برتان زیاد جای ویدیو را کت میکنم. ما هم طرف چپ انتخاب کردیم. قسمت بیشتر گفتم این طرف نزدیک تر است، راه شورت کت طوری است. از او خاطر از همین را میریم. دوستا در یک قسم جایی که میایین سانسکرین هایتان بزنین، اسپری هایتو در شرر بزنین. به خاطر تو چیزا زیاد میگوشه و به خاطر که رویش هم طولانی است کرمچای راحت بپوشین. ما وقتی چند جای آمدم دیدم چند جای خانه مار بود. اگر نرای برگشت شد برتان ویدیو میگیرم. به خاطر که بسیار گرمی میباشه از خانه خود مبراین. امروز هم بسیار رای مانده. ببینین هیچ کس هم نیست، اما بسیار جای معقول سرسبز است. هوا هم بسیار زیاد گرم است. کم کم بیچ معلوم میشه، اما هنوز هم بسیار زیاد رای مانده. ببینین بیخ موتر میچال فعلا معلوم نمیشه. حتما آمدین همراه تان یک چوب یک چیز بگیریم. به خاطر بیشتر هم گفتم که ما چیزا زیاد میباشه طرفا، هم تا شرام زیاد میباشه. از او خاطر که آمدین حتما مجهز بیاین. ما خواهر جای برم همراهیم بکس پشتی میباشه. تمام لوازمی که ضرورت دارم همیشه همراهیم میباشه. دیگه دوستان نزدیک شدیم. ببینین قسم یک منظره است. تقریبا 3-4 کور تیر میشین تا به بیچ میرسین. اگر کسایی که هایکینگ زیاد خوش دارن بسیار برشان یک تجربه عالی میشه. و میخوایم اونو قسمت برم ببینیم که چقدر دیگه راه میکنیم. فعلا قدر ها رو آمدیم اما حیران هستم پس چه قسم برم.
خاطر بسیار سربلندی زیاد داره. یا به جای که راه راست بکشن قدر تو پلیش دادین. دوستایی که همیشه میگن ما همراه خود ببر، حاضر هستین تو جایا بیاین. دوستا اگه اینجا آمدین حتما وقت بیاین که زیاد هوا گرم نباشه. بر من خواهی چی برگشتن نیست. اگه اجازه بدن همینجا کمپ میزنم، شب اینجا میباشم، خاطر که هیچ دیگه نمیتونم چند ساعت باز را کنم پس برم طرف موتر. شما بگوین آیا ارزش داشت قدر واکینگ یا نه؟ چی نظر دارین دوستا؟ اگه شما میبودین میومدین. قسم جای تاریخی را دوست دارین دوستا؟ فینالی یک جای سایه پیدا شد که یک دقیقه بشینم، اما هواش بسیار پاک خوش است. دوستان نگفته نمانه که جایش اینترنت آمانتر نمیده. اگه جای رفتین که اینترنت آمانتر نداد حتما خود ستلایت کنکت کنین. امیدوار هستم ویدیو مورد پسندتان قرار گرفته باشه. تشکر از کسایی که لایک، کامنت، شیر، سابسکرایب میکنن. اگر قسم ویدیو رو دوست داشتین حتما در کامنت بر ما بنویسین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتان.